جمال باز شده برو تو بچه. باید به همه چی بپری نباشه یه شیش بره اینجا که چه پخش کنم. برو شیش پر خود نمیخوام سگ فقط نباید ازش برو بپرسی چخ یه نخ سیگاری بده تا ردت کنم. بیا فقط بزنش دوباره گم شه. دمت گرم جمال جان بیا عقب داره نگاه کفشو میکنه کفشو میکنه زمستونی میخواه با دمپایی تو بخوری. داوود میته سیگار نسدی که بزنیش میته نمیگی نبا ترسی. تو یعنی نظر دیگه من برای یه نخ سیگاری لومه بدم دهن سگ جیگرت برم من هم مثل خود ریدم تو خودم من برای یه نخ سیگاری اگر میای تا تو کوچه اوبری بریم اگر نمیای من برم. برو تو بریم درک حالا پارس کنه. جمال با همه جوریش هم شانس آورده من برنامه بدتری براش داشتم. دیه ترمز دستی الانت هم به درد باسن من میخوره کوکو. 4 دستپاش خورد کردی. وای داداش عذرخواهی میکنم سگ شما بود. نه کوکو دستت هم جمال آزش بو خیلی گیلاست. نه پستگ خر بود. وای بلفی داوود سوچه بکش تو مرداد برسه من دلشه ندارم برو نبزشه بگیر. وای سگ شکار مردادم. واو سگ اونجا کشتی خودش هم اینجا سگ تای زد. جواب مردادم خیلی چی بدی. آقا سگتون که نمرده من 5 میلیون واریز میکنم واسه هزینه درمانش. باشه کاکا خبری نی فقط سری بزن توی کارتو تا مرداد نموده. داوود فقط ازش بوی 1 کلام 10 تومن. کاکا حالا 10 تومن هم زیاده نه 5 تا نه 10 کمال همون 8 تومن بزن خیرشو ببینی. داداش من تو شرکت پروتئینچی تو کار پخش گوشت قرمز و ماهی و مرغ تازه هستم. باید سفارش مردم رو سریع برسونم دستشون. الاف هم نکن اخراجم میکنن. کاکا من اصلا 1 کلمه حرف دارم گوش نکردم. داوود شمار کارت بدش. داداش تو رو خدا شماره کارتو بده نه تخفیف میخوام نه گذشت فقط بذاریم برم من.